این مردم که برای عبادت به مسجد مرکزی شهر دوشنبه می آیند در آینده از داخل دستگاه‌های می گذرند که موجودیت ابزارهای ترکنده به مثل بمب را نشان می دهد. دستگاه‌های کشف جسم‌های متالی که به مسجد حاجی یعقوب آوردند به زودی در درآمدگاه مسجد نصب می شود. تقویت تدابیر امنیتی در این مسجد با یک قرار حکومتی دوشنبه صورت می گیرد که چند پیش امضا شد. البته بعد گرفتن چنین دروازه‌ها بعد نصب کردن آن از طرف مقامات شاید یا که از طرف خود کارکنان مساجد این نظارت میکنند و استفاده میکنند. بر اساس قرار شهرداری به غیر از دروازه‌ها در مسجد حاجی یعقوب کامراهای ایلوبگی نصب میکنند که رواهای مردم و هر گونه حرکت در آن را 24 ساعت در شبانه روز زیر نظارت میگیرد. بعضی‌ها نصب کامراهای نظارت دائمی در مسجد را نقض حقوق دینی مردم و نظارت هر قدم شخصان دیندار مینامند، ولی مقامات و نمایندگان شورای علما میگویند تقویت تدابیر امنیتی برای تامین امنیت نمازگزاران است. هر یک کشور، هر یک مردم برای امنیت کشور خود از تمام چاره‌ها استفاده می‌کند. اینچنین در کشور عظیم و جمهوری تاجیکستان چنین اسباب‌ها وضع کرده شده است به خاطر امنیت کشور است و خصوصا در مساجد. علاوه بر این کامراهایی هستند که نوار میکنن و ثبت میکنن یعنی واردات و هر کسی که وارد میشه یا اینکه خارج از مساجد. از این لحاظ وضع کردن چنین اسباب‌ها، چنین دروازه‌ها برای هر یک کشور، برای هر یک جامعه البته این ضرور است و مهم است. دولت تاجیکستان پیوسته از خطر افزاینده گروه دولت اسلامی و دیگر سازمان‌های تندرو به کشور هشدار داده و گفته است که تاکنون از ده‌ها عمل‌های تروریستی و به خصوص بمبگذاری‌ها پیشگیری کردند. در مسجد مرکزی دوشنبه که هر ماه هزاران نفر برای عبادت می‌روند، به گفته مقامات تاکنون هیچ گونه حادثه تلاشی به هم زدن امنیت ثبت نشده است.